خلاصه منافع ملی ما ایجاب میکنه که الان در یک بازی برد با روسیه همکاری داشته باشیم. ارتباط و همکاری که دشمن هم زیاد داره، یعنی خیلی از غربی ها دشمن این ارتباطن. البته قطعا هر دو تا کشور منافع ملی خودشون رو میبینن، هم ما منافع ملی خودمون برام مهمه، هم روس‌ها منافع ملی خودشون براشون مهمه، اما این همکاری نشون داده که میتونه ثمرات زیادی داشته باشه. کار به جایی کشیده شده که از امپراتوری روس برای امام جمعه تهران انفیدان الماس هدیه میفرستند. لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد. هر که را می بینی عادت به لقمه حرام کرده، معلوم نیست ایران را کی باید حفظ کند. آنها که امروز جلسه می کنند لابد برای فردا خیالاتی دارند. آنها یک ایران سرفراز نمی خواهند،